سلام، سپید مترنم هستم. تو این بخش میخوام بهتون آموزش این گوی رو بدم. ترسیمش خیلی راحته، اصلا زمانی از شما نمیگیره. بریم ببینیم چه شکلیه. خب اول از همه من میام یک گوی ترسیم میکنم نسبت به مرکز F4. و بعد میام ازش یه صفحه گسترده میگیرم. روی صفحه گسترده‌ام میام و از این گوشه به این گوشه یک خط ترسیم میکنم و کل این رو با ابزار Apply UV Curve برمیگردونم روی سطحم. بعد از اینکه کرو روی سطح برگشت، دیگه من الان با این کاری ندارم، میام توی 4 نما تو نمای تاپ کروم رو انتخاب میکنم، اری پولار میکنم نسبت به مرکز. حالا با اون تعدادی که میخواین من 8 تا انتخاب میکنم تو محور 360 درجه و به این شکل. حالا این مرحله شما میتونین بیاین اینا رو پایپ بزنین و به صورت برجسته روی کار داشته باشین. خب یه فرم دیگه میشه. یا برای اینکه بخوایم بیایم دقیقاً به همون فرمی که اول ویدیو بهتون نشون دادم برسیم، من میام سطح کرم رو هاید میکنم، میام بین این دوتا لافت میزنم، برم توی رنگ دیگه. خب لافت بین این دوتا کروم و بعد دوباره برمیگردم توی نمای تاپ و این بار به جای کرو سطحم رو در واقع سرفیسم رو میام اری پولار میکنم نسبت به مرکز با تعداد 8 تا. به این شکل. حالا اگر بخوایم به عنوان یک گوی ازش استفاده کنیم، میتونیم بیایم این وسطی دایره ترسیم کنیم. حالا با هر قطری که میخوایم F4 و بعد make hole کروم رو انتخاب میکنم. البته قبلش من باید کل اینها رو با هم دیگه جوین کنم که بتونم بیام از ابزار make hole استفاده کنم و به صورت both side بیام اینجا و یه سوراخ ایجاد کنم که حالا میتونه ازش زنجیر رد بشه، نخ رد بشه، چرم رد بشه، هر چیزی که میخوایم.